میجدم رولش کنه گفت بسم الله الرحمن الرحیم. کوچینا برادران شب گذشته شدگی سوی باش بعد اوزی برانش معلوم نیست اینجا دو بچه آمدگی اما بعد اینا برانش هیچ کار نمیدونه چی بام خلیشتگی 16 چیسلای نمی مخشید نمی شو دیده 16 همه دین هم خلیشده همی شو گذشته ای کرش یکو هم اختون احتیاط کنه الله نگهبان تو کارچی نام خیلی میدانی گفت اسامه بسیاری گناهی تو گفت اسامه پیدایشش از این است که تو مرگ فراموش کردی، تو مردن فراموش کرده، تو از این بیخاطر هستی که تو بالای پات حرکت داری، امروز تنی صحت داری لکن در پیش مرگ منتظر توست، تو از مرگ فراموش کردی. حضرت گفتند رسول اکرم بهر چی من مرگ فراموش کردم، چرا این طور شد؟ رسول الله گفت که من طول العمل، زیرا که در دل تو آرزو بسیار است، تو نقشه های بسیار که در دل داری، آرزوهای بسیار که در دل داری، از این خاطر تو مرگ فراموش میکنی. در اصل آن آرزو امیدهایی که در دل ما و شماست که سال آینده فلان کار انجام میتم، سال آیندهش فلان کار انجام میتم، اینا آرزوهایی هستند که ما و شما فقط همون سال منتظر هستیم، آمدن مرگ از خاطر ما و شما دور می شود. در دوام رسول اکرم گفتند میدانی که آرزوی بسیار از چی پیدا می شود؟ اسامه گفتند نه یا پیغمبر، به علم خدا تو و خداوند داناست، از چی آرزوی بسیار از چی پیدا می شود؟ رسول الله گفتند من حب دنیا، از محبت دنیا آرزوهای بسیار پیدا می شود. آدم دنیا را دوست بدارد، محبت در دلش بسیار می شود. محبت دنیا در دلت که غلبه کرد، آرزوهای بسیار در دل تو پیدا می شود. و رسول الله در آخر گفتند اسامه گفتند از این روز اعتباراً دل تو که صاف شد، دل تو تازه شد، ولکن رأس کل خطیه حب دنیا، سری همه خطایی ها گفت اسامه بدان که دوست داشتن دنیا هست. کسی دنیا را دوست می دارد آخرت بد می بیند، کسی که دنیا را دوست می دارد مردن بد می بیند، قبر بد می بیند. این چی است؟ این نشانه او هست که این آدم محبتی بر دنیا دارد، فکر میکند که در دنیا من ابدی هستم، یک تصور نمیکند که رسول اکرم کجا شد، یک تصور نمیکند که بهترین بعد رسول اکرم ابوبکر صدیق کجا شد، عمر کجا شد، عثمان کجا شد، اینا را فکر نمیکند. مر موسی علیه السلام بالرجل و هو یبکی و رجع و هو یبکی. غزالی میگوید در کتابش که روز حضرت موسی بر کوچه گذر کرد، سبب محبت دنیا را ببین که چی مکافات بر آدمانی که به دنیا محبت دارند خدا چی مکافاتشون میتد. حضرت موسی میگه گذر کرد بر یک کوچه، نگاه کرد یک جوان بچنان گریه دارد، بچنان گریه دارد. موسی در حیرت ماند که این چی گونه بنده گناهگار باشد. رفت میگد، بعد از بین ساعت گذشت، موسی باز بر همون راه گشت، نگاه میکند که باز همون جوان در گریه هست. حضرت گفتند الهی عبدک یبکی من مخافتک، خدایا گفت این بنده را من نگاه کردم ساعت هاست که گریه میکند، این بنده تو از تو میترسد، خدایا مغفرتش کن.
لکن از جانب خدا چی آمد؟ موسی لو سال دماغه مع دموع عین و رفع یدیه حتی یسقطا لم اغفر له. موسی گفت اگر همین بنده که گریه دارد اگر چنان گریه کند که چشمش قاق شود، چنان گریه کند که از سیلابه آبش همه بینیش شسته ببرد، چنان گریه کند و چنان دستهاش بردارد که دستهاش از ساعتهای دراز قاق شود، لم اغفر له، او را من مغفرت نمیکنم. موسی در حیرت ماندن الهی این چگونه گناهگار باشد؟ خداوند گفت این گناهگاریش همین است که هو یحب الدنیا، این دنیا را دوست می‌دارد. این دست‌های برداشته‌اش، چشم‌های پری آبش، اینش که عبادت است، لیکن در دلش محبت دنیاست. لم اغفر له، من را مغفرتش نمیکنم. این سبب چی است؟ سببی که محبت دنیا در دل ما و شما جایگیر می شود. جبرائیل خدا روان کرد برای نوح. حضرت جبرائیل آمدن، حضرت نوح در بیابان بودن و قال نوح یا نبی الله یا اطول الانبیاء عمرا، ای نوح تو از همه درازترین از روی عمر در بین پیغمبرها تو هستی، 1050 سال عمر دیدی، تو از همه در عمر دراز در تو بود. کیف وجدت دنیا، کیف وجدت دنیا، بر من یک قصه کن که تو 1050 سال زندگی کردی، این دنیا را چگونه یافتی؟ قال یا جبرائیل وجدت دنیا کدار لها بابان دخلت من احدهما و خرجت من الاخر. یا جبرائیل گفت من دنیا را گفت به منزله یک خانه که دو در دارد، به همون منزله یافتم. از یک در داخل شدم، از در دیگر بیرون شدم. 1050 سال گفت به همین منزله یافتم. بین 1050 سال به منزله یافتم که از یک در داخل شدم، به در دیگر بیرون شدم. خدا رحمت کند مولوی را میگوید به وقتی قبض گفت عزرائیل ای نوح کشم از قالب تو این زمان روح، چی دیدی در جهان از عشرتی خیش؟ تو چی دیدی؟ گفت چگونه یافتی این دار دون را که دیدی بزم و چرخ و نیل گون را؟ مولوی میگد حضرت جبرائیل سوالش کرد دنیا را چگونه یافتی؟ تو گو یک تبدلات دنیایی را دیدی، دنیا یک بار زیر آب ماند، چگونه یافتیش؟ حضرت چی گفتن؟ بگفتش یافتم چون قصر دو در، شدم داخل ز یک خارج ز دیگر. ندیدم هیچ چیزی را به عالم، نخورده خشک و لب زین پاک کشیدم. به دستم از گرفتن نیست رنگش، به دندانم ز خوردن نیست رنگش. گذشت چون خواب چون خیال، به خاطر نیست جز رنج و ملال. مثل یک خواب، مثل یک چشماقه که میزند نابود بشود، همتا میگه گذشت. بغیر رنج، بغیر مشقت هیچ چیز در خاطرم نیست. همین دم دانم و این سختی جان، با فضل حق شود این مشکل آسان. همین زمانی که الحال تو آمدی و جبرائیل و عزرائیل می آید قبض جان من میکند، در همینش من در اضطراب هستم که چگونه جان من بر حق تسلیم میکنم. همینش البته پیش راهی مرا گرفت است. دیگر دنیا در نظر من هیچ چیز چگونه گذشت خود درک نداشتم. از این خاطر مولوی میگد نظر اول به حال پیش و پس کن، پس از وی دولتی فانی هوس کن. اول یک گرد اطراف تماشا کن، یک تاریخ دنیا را بخوان،
بعد از آن محبتی بر دنیا میبندی یا نمیبندی، این به عقل تو وابسته است.